چنده بود مدام بپرسم زی خشتن، درواز گفتن چرا زادگاه من، درهای رو بروی که گویند و شرح چیست، حقا کی گشت روشنم اسرار کاملا. در زادگاهی من بشوی مهمان اگر، درها کشاده بینی دستان به پیشی بر، گسترده خوان نعمت و گویند و مرحبا، ای تو نوری هر دو دیده تاج به فرقی سر، تو نوری هر دو دیده تاج به فرقی سر. ایثار تشکر و جهانی سپاس سرور برای تشریف، بعدم برای سخنهای بسیار پرمحتوا و زمزمه های صمیمی. ما از دیدار شما خیلی خوشحالیم. بار دیگه خوش آمدید. سلامت باشید. ما همراهی تمام مردم برای پیشروی تاجیکستان کوشش میکنیم. هر کسی میتواند از دستش چیزی بیاد، با سرود باشد، با آهنگ باشد، با یگان از دستش یگان کاری بیاید که برای پیشروی تاجیکستان کمک کند. من هم را دعوت میکنم همین کار را بکنند. تشکر.